درود و عرض ادب به دوستای عزیزم، به کانال خودتون خوش اومدید. من گلی هستم. امروز میخوام براتون یک آره یا نه نگاه کنم. 4 تا گزینه گذاشتم، گزینه 1، 2، 3، 4. این گزینه ها رو میخوام جوری بررسی کنم که هم برای مسائل کاری باشه، هم مسائل عاطفی، هم کراش. میدونید میخوام هر سه مدل این بله یا خیر رو بررسی کنم. برای من نوشته بودید که آره یا نه میخوایم و از اونجایی که من دارم نگاه میکنم ببینم بیشترین مسیجایی که دریافت میکنم چی هست. این یکی از پرتکرار تریناش بود که امروز میخوام براتون بررسی کنم. خب قرار شد یک روز صحبت‌های اول ویدیو داشته باشیم و یک روز نداشته باشیم. امروز از اون روزاییه که نداریم. اگه شما احساس میکنید که احتیاج دارید حرفای منو بشنوید، میتونید به ویدیوهای قبلی برگردید. همه ویدیوهای من توشون تقریبا صحبت کردم. بی زمان ها هستن، همشون تقریبا بی زمان هست و میتونید استفاده کنید ازشون. به هر کدوم که هدایت شدید اون برای شما پیامی داره، چون احتمالاً این ویدیو خونی یه ذره، این انرژی خونی یه مقداری ویدیوش طولانی میشه، چون 4 تا گزینه گذاشتم. دیگه صحبت نمی کنم. همونجوری که تصمیم گرفتیم یه ویدیو با صحبت های اول ویدیو و یه دونه ویدیو بدون صحبت های اول ویدیو، چون بعد خسته میشم و انرژی خونی خیلی کوتاه میشه. نمیخوام این اتفاق بیفته. بعضی وقتا انرژی خونی کوتاه میذارم، اما امروز تصمیم گرفتم گزینه‌ای بذارم چون از من خواسته بودید. گزینه‌ام قبلا بهتون گفتم از تاس استفاده کنید، ببینید کدوم گزینه کدوم عدد براتون میاد. یه دونه یک مسئله دیگه هم هست که میتونید ازش استفاده کنید. بزنید تو گوگل که give me a random number from 1 to 4 مثلا، بهم یه عدد بده، یه عدد رندوم بهم بده از 1 تا 4. بعد بهتون گوگل میده، یه رندوم به شما عدد میده. یعنی حتی اگه تاس هم ندارید میتونید از این قضیه استفاده کنید. گزینه 2، 3 و 4 رو میذاریم اونور. اوکی، بریم برای گزینه اول. بله یا خیر هستش دیگه. اول نگاه میکنیم، 3 تا کارت میکشیم برای بله یا خیر که ما نشون بده این کارت بله هست یا خیر، یعنی گزینه 1 ما بله هست یا خیر. با نام خداوند. کارت ویژن هست. یک تکلیف شب میخواستم بهتون بدم. میخواستم ازتون بخوام که در مورد یوگاندا تحقیق کنید. در مورد یوگاندا تحقیق کنید، ببینید که کی هست، چه شخصیتی بود و کی بود. برای کسایی که دنبال یاد گرفتنن تحقیق کنید و برای من بنویسید زیر کامنت ها که چی ازش فهمیدید، چی ازش یاد گرفتید. تو ویدیوهای بعدی در موردش صحبت میکنیم، بررسی میکنیم در مورد کامنت هایی که گذاشتید. خب با نام خداوند. اولین کارت 5 سکه است که خیر هست. کارت شیطان، درستی که کارت شیطانه اما میجر آرکانا همشون یس هستن، یعنی کارت بله هست، با اینکه کارت شیطانه. متوجهید؟ یک بله دیگه. 8 چوب. 2 تا بله داشتیم و یه دونه خیر که در مجموع به ما یک بله میگه، اما بله‌ای که داره به ما میگه بله تاریکه ها. متوجه باشید، همونجوری که کارت ویژن اومده داره نشون میده که یک مسئله‌ای هست که داره از نیروی منفی تغذیه میکنه، اما بله جواب میده. حالا معلوم نیست
چه مسئله هست؟ Ace of Coins. زیر دستتون تک سکه هست، یعنی آس سکه. ممکنه یک مسئله کاری باشه. خب اینو من مسئله کاری رو اول آنالیز میکنم. اولین برداشتی که میتونم بکنم اینه که در یک تنگنای مالی شما قرار دارید و اگه از من میپرسید که آیا این تنگنا برطرف میشه یا نه، جوابم هست بله. به شما پیامی میرسه، چون کارت 8 چوب کارت پیام هاست و شما به یک مسئله خوب مالی هدایت میشید. اما باید بدونید که این بستگی که براتون از لحاظ مالی اتفاق افتاده حمایت 100% نیروی تاریکی رو داره. یعنی اینکه نیروی تاریکی دلیل به این مشکل مالی شده. حالا دلایل مختلفی داره، نگاه میکنیم به هر حال تک نیت هست، اون قطعا نمیتونیم دگن کنیم، اما یه نگاه جزئی میندازیم. چون کارت 5 سکه کارت محرومیت های مالی و احساسی هم میشه گفت. یعنی بعضی وقتا 5 سکه مسئله احساسی هم هست. جوابتون بله هست. اگه برای مسائل کاری هست، شما با پیامی که دریافت میکنید یک استارت کاری رو میزنید. اما باید بدونید این تنگنایی که بهش قرار گرفتید یه جورایی حمایت نیروی تاریکی رو داره. یعنی اینکه به شما فشار آورده شده برای اینکه یه امتحانی رو پاس کنید. متوجهید؟ خب اگه مسئله احساسی هست، اگه شخصی هستش که شما رو ترک کرده، چون کارت 5 سکه، نمیدونم شما کلاسیکش رو یادتون میاد یا نه، دو تا خانم آقایی هستن که دست و پاشون شکسته و توی زمستون یه بارون و برف وحشتناکی میاد که اینا بیرون از خونه تو سرما و مشکل بدنی دارن و مشکل پول دارن و همه اینا و یک نور خونه توی بک‌گراندشونه. اگه کلاسیک 5 سکه رو سرچ کنید، تنگناهای عاطفی و مالی، عاطفی هم هست. یک کسی که شما رو توی این شرایط قرار داده، شما رو left out کرده، این cold، شما رو توی سرما ول کرده و از لحاظ درونی شما احساس سرما میکنید. این شخص میشه گفت خیلی با ایگو خودش این مسئله رو برده جلو. یعنی اون لحظه این آدم فکر میکرد که این براش خوبه، این برای من خوبه و این کارو کردم. اوکی؟ اما از این آدم واسه شما پیامی میاد و ممکن این آدم با شما یک استارت مالی، حتی یک استارت عاطفی دوباره با شما بزنه. آره، احتمالش وجود داره. 2 تا کارت دیگه میکشم برای آره و نه این و برای انرژی خونی کراش باید بدونید که این شخص اگه کراشه و هنوز چیزی استارت نخورده، باید بدونید این آدم خیلی آدم ایگو محوریه، خیلی آدمیه که خودش رو منم زیادی داره و واقعا خدا رو بنده نیست. میدونید این کاراکتر توش هست. اوکی؟ ببینید وقتی من اینجور صحبت رو میکنم، من دارم قضاوت نمی کنم، دارم نظاره میکنم. 2 تا انرژی رو دارم با هم مقایسه میکنم. وقتی یک انرژی داره به سمت شما میاد و قراره به شما ضربه بزنه، من به شما میگم که این انرژی برای شما تاریکه، شیطانه، این آدم پسته در مقابل انرژی شما و امکان خوردن انرژی شما رو داره. ممکنه آسیب بهتون بزنه و ممکنه شما فانکشنی که برای رشد روحیتون احتیاج دارین رو از دست بدین. آدم بیاد یه تیکه از اون انرژی شما رو که شما با سختی و ریاضت به دست آوردین رو از شما بگیره. این نگاه کردن، نظاره‌گر بودن انرژی ها خیلی با قضاوت کردن و توهین کردن متفاوته. امیدوارم فرق بین این دوتا رو متوجه بشید. گرچه خیلی شباهت داره، اما ما توی
کنکاش‌های انرژی و توی کهن الگوها اصلا بد و خوب نداریم. یعنی اینکه نمیتونی بگی که کدوم بده کدوم خوب. برای انسان فرهیخته، برای کیمیاگر یا همون مجشن، دیگه بد و خوب ضربه نمیزنه. حتی بدترین، حتی شیطان هم ضربه نمیزنه، چون کیمیاگر نظاره‌گره یا همون جادوگر نظاره‌گره، میبینه همه چیز و دیگه کسی نمیاد بهش ضربه بزنه. فردی که متعالی شده، یعنی اینکه دیگه به همه چی مشرف هست، دیگه میتونه ببینه همه چیز رو، بد و خوباش یه مقداری از عموم مردم خارج میشه. واسه همینه که خیلی وقتها مشکلی نداره حتی اگه با آدم تاریک روبرو بشه، حتی صحبتی داشته باشه، چون نمیلرزه، به خاطر اینکه کیمیاگر شده در سفر روح خودش. و البته این بحث در عموم مردم نمی گنجه، به خاطر اینکه این راه کیمیاگر شدن، راه کیمیا، به همه آشکار نیست و خیلی راه سختی هست که هر کسی از پسش بر نمیاد، به خاطر اینکه غرور هست، به خاطر اینکه کشتن غرور و از بین رفتن غرور خیلی کار سختیه. کشتن غرور همون مسئله هست، کشتن ایگو همون مسئله هست که مولانا بهش اشاره میکنه، بمیرید بمیرید. و کلا مسئله آسونی نیست و با یک بشکن اتفاق نمیافته. واسه همین بحث یک کسی که در سفر روح به کیمیاگری رسیده با عموم مردم که در کهن الگوهای دیگه‌ای حالا هستن یه مقداری متفاوت هست. این قضیه رو شخصی که به اون درجه کیمیاگری رسیده کاملا درک میکنه. و این رو بدونید دوستان، هیچ وقت یک کیمیاگر نمیاد بگه که من کیمیاگر هستم، اصلا، چون انقدر کشتن ایگو سخته و هر لحظه مراقبت احتیاج داره. هیچ وقت نمیگه من همچین کاری رو میتونم بکنم. اصلا از کلمه من واهمه داره، بگه من میبینم، من تشخیص میدم، من تغییر میدم. میدونید، تا وقتی که این کلمات من، این احساسات منگونه باشه، تا وقتی که این سر بندگی اونجوری که باید و شاید به سجده در نیاد، واقعا این کیمیاگری اتفاق نمیافته. یعنی اگه شما احساس میکنید که دیگه شما به اون درجه ظهور کردید و حلولی کردید و اینجور مسائل، باید بهتون این خبر رو بدم که هنوز به فرزانگی برای شما راه مونده. و چیزی هم که میتونید تشخیص بدید که چقدر با فرزانگی فاصله دارید اینه که یک انسان فرزانه آرزویی نداره، یعنی از آرزوها خالی هست. یعنی دیگه چیزی رو نمیخواد، حالا چه عشقهای جسمانی، چه غذا، چه پول، چه حتی منم ها، چه حتی میتونه این قدرت، این ایگویی که اون شخص داره به خاطر قدرت روحی روانیش باشه. یعنی ممکنه که این آدم به یک درجه‌ای رسیده باشه اما دوباره سقوط کنه، به خاطر اینکه این توهم برش میداره که واقعا قدرتمنده. یعنی خیلی کار سختیه. اصلا مسئله نیست که بشه اولا که با چند دقیقه انرژی خوانی در موردش صحبت کرد، اما لازم دونستم اینا رو اینجا بگم برای کسایی که براشون مهمه، توی این سفر هستن و میخوان چیز یاد بگیرن. جواب شما بله هست. اگه کراش هستش این شخصی که دارید بهش نگاه میکنید و براش دارید انرژی خونی رو میبینید، باید بدونید این شخص ایگوی بزرگی داره اما با شما تماس میگیره. اگه میپرسید که استارت رابطه آیا خورده میشه با این شخص، میتونم بگم بله، این اتفاق میفته و شما ویژنش رو زدید، یعنی اینو تجسم کردید، بهش جسمیت دادید. این مسئله اول توی ذهن شما اتفاق افتاده براش. اما باید بدونید
شما یکی از آپشن‌های این شخص هستید. 7 of Cups 7 جامو نشون میده که در ابرها هستن. نشون دهنده اینه که این آدم موقعیت‌های زیادی برای خودش ایجاد کرده و کلاً جوری که میبینید هادس خدای تاریکی و خدای زیرزمین هست و دقیقاً کارت پرسفونه در اومد که پرسفونه غذای هادس بود. یعنی هادس پرسفونه رو دزدید و برد در دنیای زیرزمین. اگه کتاب‌های کهن‌الگوها رو خونده باشید میدونید داستانش چی هست و چه سفری رو پرسفونه دنبال کرد. این شخص میتونه شما رو ببره به دنیای زیرزمین، تو تاریکی‌ها و رنج‌های زیادی. حتی ممکنه شما یک افسردگی خیلی سختی رو تجربه کنید، اما این افسردگی تلخ یا این فشاری که به شما میاد در دنیای زیرزمین ممکنه باعث متعالی شدن روح شما باشه اگه بتونید از زیرزمین در بیاد، یعنی در دنیای مردگان دفن نشید و بتونید از این سختی نجات پیدا کنید و بتونید دوباره قوای خودتون رو جمع کنید. برای کامل در دونستن داستان پرسفونه و هادس میتونید گوگل سرچ کنید و کتاب‌های مربوط بهش رو مطالعه کنید. چند بار براتون معرفی کردم. اگه بازم اطلاعات میخواین میتونید به واتساپ هم مسیج بدید، من اسم کتاب‌ها رو بهتون میگم. اما جواب شما بله هست. بریم برای گزینه دوممون که کارت تمرکز هست. با نام خدا. شوالیه سکه کارت خیر هست. کارت عرابه کارت بله هست. و کارت فول کارت بله هست. ببینید اگه شما یک استارت کاری و یا یک تیروچینی رو میخواین شروع کنین، کارآموزی رو میخواین شروع کنین، برای شروع کردن یک کاری داره بهتون میگه این کار رو سریعتر انجام بدید که براش جوابتون خیلی براش خوبه. برای شما هم ملکه سکه رو اینجا داشتیم، هم شوالیه سکه رو داشتیم که نشون میده خیلی استارت خوب کاری هست برای شما. اما مثل این که شما باید یک دوره کارآموزی رو بگذرونید، یک استارت خیلی خوبی داشته باشید، انگار که شما زیاد ندونید در مورد این تجربه مسئله کاری، اما داره به من میگه که توی حرکت این مسئله هستید، دارید حرکت رو میزنید و خیلی سریع تصمیم گرفتید یه جورایی و این وضع خوبه براتون اگه کاریه. اگه احساسیه، اگه مربوط به اکس شماست، داره اینو نشون میده که این آدم دوباره میخواد یه استارتی با شما بزنه، چون کارت فول همون کارت ابله کارت استارت هاست، کارت دوباره شروع کردن ها و استارت ها هستش. همه کارت ها آپراید اینو به من نشون میده که پایل 2 ما خیلی پایل مثبتیه، همونجوری که پایل 1 ما بود. همونجوری که میبینید من کارت های ریورس دارم اینجا، نه؟ و خیلی خوب این پایل باز شد. اگه عاطفیه، اگه اکس شماست، این آدم به سمت شما بر میگرده، حرکت داره، اما پر مومنتو الان شوالیه سکه تنها شوالیه‌ای که تقریبا فرمو هستش، تقریبا ثابت هستش. خب این باعث میشه که اینو بهتون بگم برای الان حرکتی نداره، اما در آینده برنامه اینو داره که استارت بزنه. اوکی، و بهش فکر میکنه، این ایده رو داره که یک استارتی بزنه، دوباره برگرده به سمت شما. اگه کراش هست، ممکنه این کراش تو محل کار باشه، یک مسئله کاری رو با هم دیگه تو محل کار دیده باشید یا تو مدرسه دیده باشید، همون نه،
به هر حال یک مسئله‌ای که به کار مربوط میشه در آینده و این کراش به موفقیت خوبی میرسه، یعنی استارت خیلی خوبی داره. البته نیازمند تمرکز شماست، چون من شما رو میبینم یه مقداری از لحاظ تمرکزی بله دقیقا اینو احساس کردم قبل از اینکه کارتو بکشم. ولی احتمال داره که شما که شخصی که دارید اینو نگاه میکنید آدمی باشید که زیاد تمرکز درست حسابی نداشته باشید و ممکنه که با اینکه الان این کراش رو دارید اما 2 فردا دیگه مثلا کراش رو نداشته باشید. این دارم ببینم که از سمت ایشون این قضیه خراب نمیشه بلکه از سمت شما و این به خاطر عدم تمرکز شماست. این بود از پایل شماره 2 ما. اگه دوست دارید بچه‌ها کامنت بذارید و لایک کنید، ویدیو رو به اشتراک بذارید با افراد دیگه و من بگید چجور ویدیوهایی رو دوست دارید. کارت 3 میگم کارت 3 پایل شماره 3. با نام خداوند ببینیم جوابش چی هست. بله یا خیر ما کجاست؟ من چون نمیبینم. کارت فمینن زنانگی. کارت عدالت برعکس در اومد. البته بله هست. کارت سکه، آس سکه بله هست و کارت تمپرنس هم برعکس در اومد. من بپوشونمش بکنم. خب ببینید 3 تا کارت بله در اومد اما 2 تاشون ریورس در اومدن. انگار که این مسئله یه حقی بوده از شما، اگه مسئله کاریه یه حقی از شما که مربوط به شما بوده از شما گرفته شده، اما داره به من میگه که این مسئله به شما برمیگرده. کلا انرژی زنانه این پایل بالاه. کارت فمینین زنانه است. 2 تا کارت هم که در اومده هر دوشون به زنانگی اشاره داره میکنه. 3 تا کارت بله دارید. انگار که یک حقی از شما خورده شده، یک حقی از شما گرفته شده، اما در انتها شما به این حق میرسید. پس جواب شما بله است. اگه احساسیه، اگه مربوط به یک اکس پارتنر شما هست، داره نشون میده که شما با برگشتن به احساسات زنانتون بی ارتباط به اینکه شما زن هستید یا مرد هستید، با برگشتن به احساسات زنانتون و احساسات روحانیتون در واقع شما این مسئله‌ای که مربوط به یک رابطه گذشته هست رو میتونید برگردونید و جوابش بله هست. اگه کراش هست این احساس، این مسئله احساسی، بدونید این گزینه برای شما خیلی خوب هست، اما الان موقعش نیست. کارت رستاخیز به صورت برعکس در اومده. این به من نشون میده که این یک رابطه‌ای که قبلا اتفاق افتاده، قبلا مثلا انگار که کراشی باشه که قبلا یه تیک و تاکی با هم دیگه زده باشه، دوباره برگشته باشه، دوباره یه اتفاقی داره میافته. نه، اگه کارت رابطه عاطفی گذشتم هست، به هر حال کارت رستاخیز یک زندگی از مرده زنده شدن دیگه. نه، پس یک مسئله که قبلا تموم شده و یک مرگی اتفاق افتاده دوباره شروع میشه و با 3 تا کارت مثبت به من نشون میده که این آدم برگشت داره به سمت شما. اگه کراشه همینطور میگه که یک آدمی که از قبل با شما یک کراش زده دوباره برمیگرده. این پایل حتما یک اگه این تمپرنسه پس این چی بوده؟ چون این پایل ما به عجیب غریبه. آها، این ملکه جامه. چون من فکر کردم این تمپرنسه. این سری دک یه مقداری خوندنش سخته
اما اینجا زیرش نوشته تمپرنس. این ملکه جان باید باشه. بله. من تمپرنس خوندمش، اما تمپرنس در اومد اینجا، انگار که از قبل احساس کرده بودم که تمپرنس باید بیاد بیرون و وایبش رو گرفته باشم. نه ببینید، سه شمشیر برعکس دقیقاً یک آدم رفته، یه شخص رفته که براش شکستگی قلب اتفاق افتاده، داره برمیگرده و میخواد که برگرده. برگشت عشق معنا میده. البته خیلی معنا داره، اما من اینجا میخونم که این برگشت عشق اتفاق میفته، اما الان موقعش نیست. وقتی کارت تمپرنس میاد به شما میگه که یک مسئله که الان موقعش نیست، الان مثلا تا 1 ماه دیگه این اتفاق شاید نیفته، شدم مثلا تا 2 ماه دیگه، اما این اتفاق کلن میفته. در مجموع کارت مثبتی هست و کارت رستاخیز رو ما داریم زیر دستمون. ملکه شمشیر، 7 جام برعکس، و بله هست. گزینه شما بله است. اگر برای برگشت طرفتون دارید نگاه میکنید، جوابتون بله است. اگه برای مسئله کاری دارید نگاه میکنید، بهتون گفتم یک حقی از شما گرفته شده، یک مسئله کاری که قرار بود قبلا استارت بخوره، استارت نخورده، از شما دور شده، اما برای شما در پایان این اتفاق میفته و یک مسئله‌ای که کاملا مرده و دوباره زنده میشه و براتون بله رقم خورده. اگه دوست داشتید، اگه رزونیت بود، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. برای انرژی خونی شخصی هم میتونید با شماره واتساپ هم تماس بگیرید. برای هیلینگ هم همینطور. بریم سراغ گزینه 4 و به طرز عجیبی عدد 4. من حواسم نبود وقتی داشتم کارتا رو میچیدم. با نام خدا. ببینیم بله یا خیره. گزینه 4مون که آفرینگ هست، کارت پیشنهاد دادن. 5 شمشیر نه هست. 10 شمشیر نه هست و 10 چوب هم نه هست. 3 تا کارت نه رو داره. ببینید یک مسئله که شما دارید پیشنهادش رو بدید، یک مسئله که یا ممکنه استارت کاری اگه هست، یک استارت کاری که میخواین آفرش رو بدین، پیشنهادش رو بدید، داره بهتون میگه نه. اگه دقیقاً آس سکه برعکس، دقیقاً 7 of Pentacle reverse، The Hanged Man، اینا همه کارتایی هستن که به نبودن این قضیه اشاره میکنه. شاید یک مسئله دیگه رو شما باید امتحان کنید و آفرش رو بدید. اگه مسئله احساسی هست، ببینید این شخصیتی هست که برای شما سمیه، به شما خیانت میکنه، برای شما زیر و رو میکشه، از پشت به شما خنجر میزنه. مهم نیست که این آدم چه کاراکتری داره، مهم اینه که به شما آسیبش میرسه. ممکنه این آدم خیلی خوب برای یک آدم دیگه باشه، اما برای شما این شخص زحمت زیادی رو ایجاد میکنه. برای شما این آدم ضربه های زیادی رو ایجاد میکنه. انرژی ایشون، قسمت منفیش، به شما سرتره و ضربه هایی رو به شما میزنه که شاید یه لایف تایم بخواد برای جبران کردنش، یا شاید هم اصلا جبران نشه. 3 تا کارت سنگین، 10 شمشیر، 5 شمشیر و 10 چوب که اگه تاروت خان باشید متوجه میشید این 3 تا کارت کامبینیشنش چقدر سنگین هست. اگه استارت عاطفی میخواین با این شخص بزنید، به هیچ عنوان توصیه نمیشه و از دستمون هم دیدید که 3 تا کارت ریورس در اومد، کارتای خوب ریورس. اگه این کارت ریورس در می اومد، من چیز دیگه رو میگفتم، چون این کارتا خودشون ماهیت منفی دارن. وقتی ریورس در میاد یه مقداری از ماهیت منفیشون کم میشه.
اما کارت های مثبت ما ریورس در اومدن. پس اصلا این پیشنهاد رو که اگه به شما شده من تایید نمی کنم، این شخصیت رو تایید نمی کنم. انسانی هستش که هوشش جوری هست که شما هوشتون کاورش نمیکنه، یعنی اون تیکه خالی هوشی شما این آدم قشنگ میتونه پرش کنه و میتونه از شما سوء استفاده کنه. میدونه کدوم قسمت مغز شما کار نمیکنه. این آدم آگاه از شما یه قسمت های از مغزش بهتر کار میکنه. شاید شما یه قسمت های مغزتون بهتر از ایشون کار کنه، اما برای شما این انرژی کاراکتر منفی هستش. زیر و روکش، خائن، ضربه زننده، دروغگو، پایان دادن به مسائلی که برای شما خیلی سخت هست، سخت براتون تمام بشه. ممکنه یک مسئله، یک دزدی بزرگ از شما بشه که شما اصلا متوجه نشین، یعنی در کنار این آدم یا دزدی احساسی از شما بشه یا دزدی مالی بشه. چون من اینجا آس سکه رو دیدم، 7 سکه رو دیدم و هنگمن رو دیدم، هر ستاره به سمت ریورس. این به من اینو نشون میده که ممکنه شما اون لحظه که با این آدمی که داره از شما میخوره نفهمید که داره از انرژی شما، از پول شما، از جیب شما میخوره، اما شاید 10 سال بعد بفهمید که این آدم وای چه افتضاحی بود. واسه همین چه از لحاظ کاری، چه شخصیت اکس شما اگه هست، یعنی شخص عاطفی قبلیتون هست، توصیه نمیشه به شما اگه میپرسید برمیگرده یا نه. اینو دارم میبینم که این شخص جا از قبل قشنگ ضربه‌هاش رو به شما زده، از شما کنده، پول شما رو برداشته دزدیده، به شما ضربه های حسابی زده، از پشت خنجرش رو زده، اما یه مقاومتی از شما میبینم از فهمیدن این موضوع. یعنی این آدم هر کاری که دلش خواسته با شما کرده، اما شما نمیخواین قبول کنید که عشق زندگی این آدم نبودید. انگار یک مسئله هست با این هنگمن و من نشون میده که شما اصلا پیشنگریتون غلطه نسبت به این آدم. حقیقت جلوی شما اتفاق افتاده، این مسئله توی زندگی شما برای شما اتفاق افتاده، اما شما هنوز ندیدیش، هنوز متوجه نشدی که این آدم با شما چی کار کرده و هنوز منتظری، هنوز فکر میکنی که این آدم برمیگرده، همه چی درست میشه و نمیخواین یک مقداری قبول کنین حقیقت رو که چه بر سر شما اومد و چه اتفاقی برای شما افتاد و چه ضربه هایی خوردید. اگه اکس شماست این انرژی رو من میتونم ببینم، اما اگه کراش هست باید بدونید این شخص داره میاد برای اینکه داره یک آفری به شما میده، برای اینکه از شما بکنه. ممکنه این آدم یک رابطه یا تازه تموم کرده باشه، ممکنه توی سختی ها این مسئله باشه، دپرشن، حتی 3 تا کارت منفی داریم. به هر حال این آدم ممکنه انرژی خیلی سنگین داشته باشه و کلا داره میاد که از شما از لحاظ مالی بکنه. این قضیه رو بدونید و حواستون بهش باشه. کارت قدرت نهایی و کارت هنگمن با یه دونه بر زدن این اومد بالا. اوکی، فهمیدیم که کارت هنگمن قرار در بیاد برای این پایل. نیازمند قدرت خیلی زیادی هست که این شخص رو از ذهنتون خارج کنید، به خاطر اینکه خیلی راحت نیست. بعضی وقتا بعضی از آدم‌ها انرژی منفیشون خیلی سنگینه. 3 تا کارت اینجوری تاریک یعنی یه پکیجه که هم ضربه جسمانی، هم ضربه روحانی، هم ضربه مالی، هم ضربه چه می‌دونم دوستانه. ماشاءالله یک پک کامل این آدم به شما ارائه داده و اینو می‌بینم که یک قدرت خیلی زیادی احتیاج داره که شما این مسئله رو بپذیرید، چون این amount of این مجموع این انرژی های منفی که به شما داده شده خیلی حجمش زیاده و احتیاج به قدرت زیاد داره. ولی به طور عجیبی من این قدرت رو در شما میبینم و میبینم که شما میتونید از پس این قضیه بر بیاد، مادامی که شما بتونید حقیقت قضیه رو ببینید. یعنی ببینید که توی این قضیه هنگمن هستید، به دارآویخته هستید، یک قربانی هستید در واقع. کارت هنگمن کارت مسیح هم هست، مسیحی که به صلیب کشیده شد. اگه
هنگمن اورجینال رو ببینید، یعنی توی تصویر اصلیش رو میبینید که یک نوری دور سر هنگمن وجود داره، همونجوری که به دار آویخته شده. این دوره از یک قربانی بودن یک آدم رو نشون میده، یک آدمی که قربانی شده، یک آدمی که خودش رو قربانی کرده. حقیقتش اینه که شما توی این مسئله قربانی شدید. وقتی که بفهمین اتفاق برای شما افتاده، این مسئله خیلی کم رنگ میشه و حتی از بین میره. اما تا وقتی که مقاومت میکنید با کارت شیر، با کارت استرنگث، دارید مقاومت میکنید نسبت به فهمیدن این موضوع و چشم انتظارید که این آقا هم خوب میشه یا اون خانم هم خوب میشه، یه روز خوب میاد. اگه بخواین اینجوری به این مسئله نگاه کنید، متاسفانه هنگمن ریورس رو داریم و کسی که نمیفهمه چه اتفاقی داره براش میفته و هیچ چیزی بدتر از نفهمیدن به نظر من توی این دنیا نیست. اینکه آدم حداقل شاهد این باشه که اوکی به من ضربه زده شد، حداقل من با چشم باز ببینم چه اتفاقی برای من افتاد، با چشم باز ببینم که قبول کنم اشتباهات خودم رو. همین باعث میشه که دیگه اون اتفاق برای من نیفته. همون لحظه اون مسئله برای من تموم میشه و من میتونم یک استارت دیگه داشته باشم. یعنی اون بچه، اون کهن الگوی بچه میشه گفت از من میره. کسی که نمیدونه، کسی که نمیفهمه، کسی که قدرت تشخیص نداره، همش در بهت و حیرته که چرا دنیا این شکلیه، چرا همه بدن، چرا همه فلانن. به محض اینکه بفهمیم که اون قسمت، اون بدی هایی که ما داریم میبینیم در ما هم وجود داره، اما ما در روز اونها رو انتخاب نمی کنیم، این لحظه قدرت ما شروع میشه. یعنی اگه بخوایم این قضیه رو پروژکت کنیم رو آدمای دیگه که اون بده، این یکی خیانتکاره، اون کی وحشیه، این داریم پروژکت میکنیم، داریم میگیم، انعکاس میدیم چیزی که درون خودمون هست. اما به محض اینکه بفهمیم این بدی‌ها در ما هم هست، همه بدی‌هایی که ما در دنیا میبینیم، حتی چیزای وحشتناک‌ترین چیزایی که شما میتونید ببینید و به مغزتون هم حتی نمیرسه چه جوریه که میتونه انقدر پست باشه، اون در شما هم هست، در من هم هست، در همه هست. اما تفاوت یک آدم فرهیخته، یک انسانی که متعالی شده، یک شخصیتی که رو خودش کار کرده و فرزانه شده، اینه که اون خطرات رو میبینه و وقتی که میبینه دیگه احتمال این که با اون مسئله غرق بشه وجود نداره، چون میدونه که داره میبینه که از کجا داره این خطر میاد و این باعث میشه که چشمش رو حقیقت نبسته باشه. دوستان، این بود از انرژی خونی شما. اگه دوست داشتید لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و میتونید از ویدیوهای دیگه بدون زمان من استفاده کنید اگه دوست داشتید که ویدیو خوانی طولانی تری داشته باشید. من هر بار سعی میکنم سبک ویدیوها رو عوض کنم. فعلا خداحافظ.